پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین تأسیس اتفاق سه‌گانه روسیه و قزاقستان و ازبکستان را پیشنهاد کرده است. در این باره پرزیدنت قزاقستان قاسم جمال توقایف شام 28 نوامبر سال 2022 در پی انجام مذاکراتش با پوتین در کرمل خبر داد. به گفته توقایف قزاقستان برای بررسی این پیشنهاد آماده است. توقایف گفت پوتین میخواهد پیرامون این مسئله به پرزیدنت ازبکستان شفقت میرزیویف هم زنگ بزند. توقایف گفت برخی مسائل از جمله در مسئله گاز در بین است که مذاکرات بیشتر میطلبند، ولی ما یگان مسئله رو داغ کردنی نیستیم. من به ولادیمیروویچ تنها همین قدر گفتم که چنین مسئله ها در بین هست که بررسی را طلب میکنند، ولی کاملا بدون داغ کردن موضوع. این مسئله صرف کوری است. پرزیدنت قزاقستان قاسم جمال توقایف که تازه یک هفته پیش برای 7 سال دیگر به این مقام دوباره انتخاب شد، روز 26 نوامبر ادای سوگند کرد. روز 28 نوامبر با نخستین سفر رسمی خارجیش از مسکو بازدید کرد. توقایف در مسکو روسیه را شریک استراتژیکی اساسی قزاقستان نامید. پوتین به نوبت خود توقایف را دوست نزدیک نامید و به فرق از دفعه‌های قبلی نام او را پررو و بدون یگان شکست و خطا به زبان آورد. از اطلاعیه رسمی کرمل برمی‌آید که پوتین و توقایف موضوع جنگ روسیه به ضد اوکراین را بررسی نکردند. قزاقستان جنگ روسیه را محکوم نکرد، ولی سرزمین‌های از سوی روسیه اشغال کرده اوکراین را نیز به رسمیت نشناخت، بلکه برعکس از یک بارچگی قلمرو اوکراین پشتیبانی کرده به آن کشور یاری‌های بشردوستانه فرستاد. ازبکستان هم که مثل قزاقستان و روسیه از تولید کنندگان بزرگ گاز به شمار می رود، در مورد جنگ روسیه به ضد اوکراین موقع بی‌طرفانه گرفت و ماه مارت پرزیدنت میرزیویف حتی وزیر خارجه‌اش عبدالعزیز کامیلوف را در پی یک اظهاراتش به پشتیبانی از یک پارچگی قلمرو اوکراین از وظیفه آزاد کرد. تلاش روسیه برای تأسیس اتفاق نو با قزاقستان و ازبکستان در حالی است که کشورهای اروپا در پی جنگ اوکراین ساحه نفت و گاز روسیه را تحت تحریمات تا رفت شدیدتر قرار داده استند. این روسیه را به ضرورت جستجوی اتفاقچیان قوی روبرو کرده است.